رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضف ضمن معرفی اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خوروغ به سابق رئیس شهر کشور شامیری برای فعالیت بیش از 2 ساله کاری جهت رشد اقتصادی و اجتماعی مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خوروغ و همکاری‌های متقابلا سودمند اظهار منتداری نمود. قید گردید که در این مدت کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ توانستند معرکه‌های مهم سیاسی را در سطح بلند برگزار و با ساکنان سربلند شهر خوروغ فعالیت نظررس را انجام دهند. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان با یادآوری از روزهای اول به مسند رئیس شهر خوروغ تعیین شدن کشور شامیری قید داشت که آن دوره به دوش گرفتن راهبری شهر کاری بسا مشکل بود، اما کشور شامیری با مشکلات‌های جای داشته نگاه نکرده توانست در این مدت فعالیت نظررس نشان دهد. می‌خواستم با سابق رئیس شهر خوروغ محترم کشور شامیری تشکر زیاد خود را برسانم. دوره رئیس محترم کشور شامیری باید دوره خیلی مشکل آمد، خیلی دوره تقدیر ساز آمد. در آخر سال 2018 وقتی که ولایت و بخصوص شهر خوروغ را بی‌ترتیبی و جنگ و آتش تهدید میکرد، در همان لحظه خیلی مشکل، خیلی اساس همین شخص شهر را راهبری کردند. بعد از آن سال 2019 با پیدا شدن کسری کووید وضعیت بازم وزن‌تر گردید، ولی نو بسته به همین رئیس اهالی شهر و کل مردم سربلند این منطقه بلندکوه توانستند که در گرد سیاست پیشوای معظم ملت جمع بیایند و شورابینای مهم سیاسی در یک سطح خیلی بلند گذراندند و بار دیگر نشان دادند که باشندگان شهر خوروغ طرفدار سیاست پیشوای ملت هستند و این یکی از مناطق‌های هم و مناطق رشد یابنده جمهوری تاجیکستان است. مشاور یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله‌های کادر فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را از وظیفه رئیس شهر خوروغ آزاد نمودن کشور شامیری جهتی به وظیفه دیگر گذاشتن و اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خوروغ تعیین گردیدن میرزا نبات علیشیر خدابردی قرائت نمود. نام برده اوید فعالیت چندین ساله میرزا نبات علیشیر خدابردی در وظیفه‌های به ذمه داشته معلومات مفصل بیان کرد. گفته شد که نام برده در برابر معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و معاون یکم رئیس ولایت ادای وظیفه نمودن همزمان زینه‌های گوناگون کار در ساختارهای قدرتی را با سربلندی پس سر نموده سزاوار باوری دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و خلق شرفمند ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد. محض فعالیت شایسته، دانش بلند کاربری میرزا نبات علیشیر خدابردی به وظیفه اجرا کننده رئیس شهر خوروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان انتخاب گردیده است. در ادامه به اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خوروغ برای خدمت به مردم سرفراز شهر با استفاده سابقه کاری برای فعالیت من بعد برای کامیابی تمنا کرده شد. ذکر شد که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ برابری سابق رئیس شهر با جانبداری از سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به نتیجه های دلخواه نائل شدند. کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ به سابق رئیس شهر برای سربلندانه ادا نمودن وظیفه به ذمه داشته منتداری خود را بیان نموده به کشور شامیری سلامتی و موفقیت‌های بی‌نظیر را تمنا نمودند. سابق رئیس شهر خوروغ کشور شامیری در نوبت خود با رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیض و کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی برای دستگیری همیشگی اظهار سپاس نمود. در اجرای این وظیفه پرمسئول سابق رئیس شهر خوروغ و اجرا کننده وظیفه رئیس شهر میرزا نبات علیشیر خدابردی توفیق و برار کار تمنا نمود. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خوروغ میرزا نبات علیشیر خدابردی ضمن برآمد قید نمود که به ذمه من به جا آوردن خدمت ساکنان باننگ و ناموس شهر خوروغ واگذار شده است که این پیش از همه مسئولیت بلند و در نوبت دیگر باعث افتخار می باشد. قید گردید که در یک جایگی با ساکنان شهر خوروغ باید تمام نیرو و ملکه و مهارت و ذکاوت خویش را روانه سازیم تا در رشد اقتصادی و اجتماعی شهر خوروغ مسئولیت بلند را نشان دهیم و مشکلات های جای داشته را برطرف نماییم. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خوروغ همگان را باور کنند که در اجرای وظیفه بسا پرمسئول مشکل و پر افتخار از روی حقیقت، عدالت و در چارچوبه قانون صادقانه فعالیت خواهد نمود. در یک جایگی با شما تمام نیرو، قوت، توانایی، ملکه، مهارت،
заковати хешро сафарбар мекунам то ки сазовори боварии сокинони монанду номуси шаҳри хорух ва роҳбарияти олии мамлакат бошанд. дар ин рӯз бо фармоиши раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон соҳибҷон имомназаров бинобар фаъолият дар кори ҳизбӣ аз вазифаи роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри хорух озод ва ҳабиб ватаншоев ба вазифаи роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри хорух таъин карда шуд.